کارش ازشون بر نمیاد وعده ندن. رفیق نیمه‌راه با خدا، رفیق نیمه‌راه با دوست همسایه و همولایتی. این روزگار از حرصمون، از بیکاری فشار آورده است. این جوونا دارن این مدل گلایه میکنن. رای میدی؟ چرا؟ زیاد مهم نیست. موضوع انتخابات در خانواده ها مطرح می شود. الو، سلام علیکم. بخش خانواده صدا و سیمای جمهوری اسلامی، من ماسبندی خبرنگار واحد مرکزی خبر هستم. همونطور که اصلا شما نمیدونید که من یه خبرنگار هستم و من هم اصلا نمیدونم که شما یه خانواده اونجا هستید. شما اصلا در جریان نیستید که قراره من باهاتون مصاحبه کنم. خیلی طبیعی و اتفاقی زنگ خونه شما رو زدم. اصلا نمیدونم درباره چی میخوام با شما مصاحبه کنم. شاید انتخابات، شاید. لطفا خیلی طبیعی در رو باز کنید. اصلا منم نمیدونم که در خونتون از کدوم بره. خب همینجوری مثلا خوردم به دیوار. در خونتون پس کجا بود؟ بچه‌ها یه خورده سریعتر. همین یه دونه خونه‌وار رو پیدا کردیم ها. خرابش نکنید. برو آقا جون، برو. سلام، من مرزبند هستم. خانم مرزبندی شمایین؟ شما اومدین مصاحبه درست کنین؟ بابا از صبح تا حالا 10 تا خبرنگار اومدن با این خانواده مصاحبه کنن. من میخوام سریال درست کنیم حالا. باش، حالا عیب نداره، بیاین تو. بیاین تو دیگه چیکار کنیم؟ همین یه خانواده است دیگه. به 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 به، عجب خونه قشنگی دارید شما. این حوزه انتخاباتی میمونه. واقعا عجب خونه. همه قیافاتون هم که انگار مهر انتخابات خورده. به 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 به، چه حضور بانشاتی در عرصه انتخابات دارید. بله آری. غلام، من اسم اینو از کجا فهمیدم؟ من که قرار بود اینا رو نشناسم که. نداره. غلام بابا یه فعالیت انتخاباتی بکن بفهمیم زنده ای تو اصلا. احسن. واقعا عجب خانواده انتخاباتی. ببینید من از طرف صدا و سیما مزاحمتون میشم. اومدم از طرف صدا و سیما به شما خانواده انتخاباتی بگم که جان مادرتون میای رأی بدید. رأی بدید دیگه بابا. بریم چای بریزیم. چی؟ چای بیارم؟ بابا جان اینو قرار نبود الان بگه که. چرا الان گفتش؟ بابا چای بیارم باید آخر برنامه میگفتی. عجب. ببین الان نمیخواد بره چای بیاری. الان عرفی ترین وظیفه هر نفر این است که رأی بدهد. شما بشین، من میرم چای میارم، شما فقط رأی بده. بابا غلام، بابا خیلی مصنوعی شدی. بابا مثلا اومدیم سرزده از انتخابات از اینا مصاحبه بگیریم. اون طرف جورابش هم باشه، داره روزنامه هم میخونه. خیلی دیگه داره مصنوعی بازی میکنه دیگه. اصلا تو ذوق میزنه. میدونی داستانی شده. خودت خندت نمیگیره؟ البته شدیداً نه، ولی گاهن چرا. ولی من که شدیداً خندم میگیره. عجب. بابا ولش کن. من مثلا مصاحبه. شما به عنوان یه پدر پیرو ولی فقیه چه کاری میتونی برای آینده بچه‌هات بکنی؟ سعی میکنیم فقط بچه‌ها رو آگاه بکنیم که رأی بدن. حالا انتخاب با خودشونه، چون به هر حال ارتباط جمعی هستش، خودشون اطلاعات کافی دارن، سواد و عاقل و بالغ هم هستن. بله پدرای بیننده، لطفاً از این پدر رأی ریز یاد بگیرید. بچه‌های عاقل و بالغتون رو در برابر دو گزینه قرار بدید. یا رأی بدن یا اینکه تا جایی که میخورن همچین بزنید در و داغونشون کنید یا از ارث محرومشون کنید. آفرین به بهترین بابای دنیا. آقا نه بابای منم مثل این بود الان رئیس صدا و سیما بود. خانم مرزبندی شما هم باشه برو یه مصاحبه بکنید، تکونی بخور، فعالیت انتخاباتی بکن لااقل. برو. چی می‌خونی؟ با سلام به امام راحل، من به عنوان پسر خانواده دارم مطالعه میکنم. یه کتابی هستش که نوشته چگونه میتوان با رأی دادن زندگی آرامی داشت. الان تموم شده. الان چیکار می‌کنی؟ الان شغل اصلی من رأی دادنه. من رأی منتظر میشم تا روز انتخابات برم رأی بدم. تا اون موقع هم که شب و روز میخورم میخوابم تا روزش برسه. خب چه خبر؟ از حال و هوای جامعه خبر داری؟ جامعه؟
نمیشناسم. من فقط انتخابات رو میشناسم که اونم حالا هواش داغه. حتی هنوز خیلی داغ نشده؟ آره داغ اصلا بعضی جاش داره میسوزه، اصلا یه سری جاش هم داول زده. به خاطر همین من میخواستم به همه جوونا پیام بدم که اگر میخواین جاش داول نزنه بهتره برین رای بدین. بینندگان عزیز، سرنوشت کشور و احساس مسئولیت. یا روز جمعه دست خانواده‌تو بگیر، یه هوایی تازه کن، بیا کنار صندوق، اصلا فوش بنداز تو. مثلا همون کاغذ بستنی بچه‌تو بنداز تو صندوق رای. تو فقط بیا، یه جوری بیا ما فقط فیلمتو بگیریم. بابا خانم ارجمندی برو. واقعا چقدر طبیعی بود، هر کسی این فیلمو ببینه آقا تنها واکنشش اینه که بیاد رای بده. من چون این فیلمو دیدم الان میرم رای بدم. همه بیان رای بدن. همه